من یک بار دیگه این حادثه و جریان حادثه رو برای بینندگان عزیز شرح بدم. ملاحظه بفرمایید این منطقه منا و چادرهای منا هست که بینندگان عزیز شما می‌بینید. در این قسمت جمرات قرار دارند که حجاج از این راه‌ها برای رسیدن به جمرات، این طریق اول هست، طریق دوم و طریق‌های دیگه که همه به جمرات میرسه از منا. یکی از این راه‌ها که ملاحظه می‌فرمایید خیابان 204 هست. این خیابان منتهی میشه به جایی که برای به هر حال سنگ پرتاب کردن به سمت جمرات و رمی جمرات تشریف میبرند. در این خیابان پلی هست، از روی این خیابان‌ها عبور کرده این پل به اسم پل ملک خاله. این پل رو ملاحظه بفرمایید. این پل راهی است که از اینجا اگر عبور بکنه، شخصی بخواد به جمرات بره، از این راه اگر عبور بکنه به هر حال به این قسمت میرسه و اینجا اگر این خیابان منتهی میشه، در این قسمت منتهی میشه به خود جمرات. اگر شخصی بخواد به این قسمت جمرات بره برای پرتاب سنگ، از این خیابان مجبور هست عبور بکنه که این خیابان از روی این چند خیابانی که در موازات یکدیگه است برای رسیدن به جمرات رد میشه. از روی این پل کاروانی حرکت میکنه که از شاهزادگان عربستان سعودی بوده و برای اینکه امنیت این قسمت و قسمت‌های دیگه تامین بشه، این خیابان این قسمت مسدود میشه. این پل هست که از روش عبور می‌خواستن بکنن، این قسمت کاملا مسدود میشه برای اینکه روی پل امنیتش کاملا حفظ بشه. در اینجا این خیابانی که منتهی به رمی جمرات هست، خیابان دیگری است به اسم خیابان 215 که به سوق العرب که خیابانی در موازات خیابان 204 هست برای رسیدن حجاج اینجا انسداد رخ میده و سعودی ها این خیابان 215 رو مسدود میکنند. خب وقتی خیابان 215 مسدود شد، نقطه مقابل هم مسدود شد. از قبل تمام راههایی که منتهی به چادرهای سمت چپ که چادرهای الجزائری هاست و چادرهای سمت راست که چادرهای مصری هاست که در بین این هم راههایی برای فرار وجود داره در صورت بروز حادثه، کاملا مسدود شده بوده. ازدحام جمعیت اینجا زیاد میشه. از دو نقطه دیگه یعنی خیابان 223 و ابتدای 204 هم حجاج رو تشویق میکنن که وارد بشن به این خیابان و در این قسمت این فاجعه رخ میده و این حادثه است که در تاریخ ثبت میشه به عنوان لکه ننگی برای عربستان سعودی قطعاً.